میدونی چیه؟ الان شاید فکر کنی که غیر ممکن است که یک قدم دیگه برداری. همه چیزی درونت، همه چیزی اطرافت، جامعه، مردم همه کوشش میکند که شما را عضوی از خودشان بگذارد. همه کوشش میکند که شما را مثل خودشان به بار بیاورد. در صورتی که شما راه و علاقه و برنامه دیگری دارید. فریاد میزنند که تسلیم شو. بس است. چرا انقدر اهمیت میدهی؟ چرا باید یک چیزی برای شما انقدر با ارزش باشد که آن هم هدف و برنامه‌ریزی شخصی خود شماست، نه جامعه شما؟ و این دقیقا زمان است که شما باید از خودتان یک سوال رو بپرسید: اگر من ادامه بدهم چی؟ اگر من اهمیت ندهم به حرف آنها چی؟ اگر من ادامه بدهم چی؟ اگر ادامه بدهم یعنی چی؟ این یعنی اینکه هیچ چیزی بیرونی و درونی نمیتواند مرا از برنامه و راهی که شروع کردم باز نگه دارد، من را متوقف کند، من را متوقف از کاری کند که خودم با چشم و ایده و برنامه خودم تصمیم گرفتم که شروع کنم، ولی فعلا از خاطر که شرایط نامساعد شده من را متوقف کند. چرا باید همچین چیزی بیرونی بتواند شما را متوقف و نگذارد که شما بتوانید به طرفی برنامه و هدف و گام های آینده خودتان قدم بردارید؟ همه اینها به خاطر است که تو قدرت تصمیم گیری داری. تو قدرت تصمیم گیری داری که یک قدم دیگر برداری، یک گام دیگر پیش بروی، ادامه بدهی. همه اینها برمیگردد به چیزی که شما قدرت تصمیم گیری دارید. وقتی که حس میکنید قدرت تصمیم گیری دارید و میتوانید خود شما انتخاب کنید که چی برنامه و چی گام های را شما باید دنبال کنید، هیچ سیستمی نمیتونه شما را متوقف کند و هیچ جامعه و هیچ موانعی نمیتواند شما را از راه برنامه که خود شما برای خودتان طراحی کردید، برنامه ریزی کردید و همه احتمالاتشان را سنجیدید که شما میتونید در این راه حتما یا درس بهتر را یاد میگیرید یا یک تجربه یا اینکه در اولین گام شما میتونید بهترین نتیجه رو برای خودتان داشته باشید. چرا میخواید همچین گام و همچین برنامه‌ای که شما با آنقدر دقت و آنقدر علم و دانش شروع کردید یک کسی دیگه بیاد برای شما بگید که ادامه نده؟ چرا همچین چیز باید اتفاق افتاد؟ شما علم و برنامه و تجربه و احساس و حال و احتمال و همه را سنجیدید. چرا یک فردی که از جامعه رد میشد بیاد برای شما بگید که شما نباید کار بکنید؟ چه تجربه ای از کار و برنامه و از حالتهای زندگی و سختی و خوشی و زندگی شما دارد که بتواند برای شما یک نظر بدهد که شما این کار انجام ندید بلکه این کار را انجام بده؟ این کار برای شما نتیجه نمیدهد. آیا کسی از استعداد و سخت کوشش شما آگاه هست؟ نه خیر. به جز خود شما هیچ کس نمیتواند از سخت کوشی و برنامه و استعداد خود شما آگاه شود. من فعلا میدانم که دقیقا چی مهارت‌هایی رو میتونم من به دست بیارم و در کدام بخش از زندگی من میتونم بیشتر تلاش کنم، یعنی که نتیجه که من به دست میارم میتونم از کدام راه بهتر نتیجه به دست بیارم. همه اینها رو به جز خود انسان هیچ کسی نمیتواند. وقتی شما در هر جایی که بخواید برید مشوره کنید، برای شما نمیگید که مثلا شما حتما این کار بکنید. و چی علاقه داری، چی برنامه داری، در کدام کار استعداد داری. همه اینها برمیگردد به خود شما. شما باید تصمیم بگیرید که مطابق دانش و تجربه و حالت خودتون پیش برید. از دیگران تجربه بگیرید، از دیگران مشوره بگیرید. همه اینها را با در نظر داشت. همه اینها ولی تصمیم نهایی را خودتان بگیرید. هرگز خودتان را وابسته به افراد بیرونتان یا اینکه به جامعه و سیستم خرابی که در یک کشور وجود داره وابسته نسازید. چون همه اینها میخواد که شما هم عضوی از همان گروه باشید، یعنی که مثل همان گروه رفتار کنید. مثل از این مونه که شما در یک جمع هستید و همه افراد معتاد هستند و همه اینها میخواد شما عضوی از همان گروه باشید، نه اینکه شما فرد باشید که اون همان گروه را مدیریت کنید. نه، آنها میخواد شما عضوی از همان گروه باشید، یعنی که زیر مدیریت و زیر نظر همان گروه باشید. فرق نمیکنه در هر جای و هر مکان باشید. این برای همه ما شما صدق میکنه. پس اگر علم و تجربه و احتمال و همه اینها را پیش خودتون میتونید بسنجید، از دیگران مشوره بگیرید، ولی تصمیم خوبی را که گرفتید در وسط راه رها نکنید. این بود ویدیو این هفته. اگر دوست داشتی حتما ویدیو را لایک بدون و با دوستانتان هم با اشتراک بگذارید.